عشق ابدی واسه ما ناخونکار نمی آوردن که ناخونامون رو درست کنیم و مشکل همه ما یکیش این بود. یکی دیگهش این بود که آب یخ بود و نمیتونستیم راحت دوش بگیریم، یعنی به سختی با آب یخ دوش میگرفتیم. همه اینا دلیلش واسه این بودش که ما نتونیم آرامش زیاد داشته باشیم و بتونیم اون پروژه رو هندل کنیم و اون حالتهای هیستریک رو داشته باشیم و بتونیم تولید محتوا کنیم. و خب اینا فکر هوشمندانه کارگردانه که این کارا رو انجام میده به خاطر اینکه پروژه بهتر پیش بره. و این توضیح هم با هم میدادم راجع به ناخن عزیز. در رابطه با ناخونکار خواستم یک روشنسازی بکنم، مثل اینکه نیازه. ناخونکار می آوردن برای عشق ابدی و حتی بچه‌های بکستیج گفتن که آقا ناخونکار بیاریم، وضعیت ناخون دختر اوکی نیست خیلی. هزینه‌ش رو اعلام کردن و هزینه‌ش مثل اینکه برای بچه قابل پرداخت نبود. همینو بس. کسی که ادعاشون میشه وای همین که قیمت رو شنیدن همشون میگفتن که آره ناخونکار بیاریم برای ما نیاز داریم. همین که من قیمت رو گفتم، من که نه، اونجا چون بچه‌ها ترکی بلد نبودن من داشتم ترجمه میکردم. همین که قیمت رو گفتم فست شدن، گفتم نه حالا ناخونمونم. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. آقا نسبت به عشق ابدی میخوام یه انتقادی بکنم. اولا که آرایش دخترها دست خودشون بود، حتی من ویدیو هم دارم بابت این قضیه که خودشون آرایش میکردن. گزینه بعدی همون بود. آب واقعا اوکی بود، داغ بود. حالا یه سریا میگن آب اونجا سرد بود و فلان. نه آقا، یه سریا همون دوست نداشتن برن یه سریا دوست نداشتن برن همون. الان میگن دیوار همون کج بوده. نه، آب همون داغ، همه چی اوکی بود، فوق‌العاده بود. و کسی که به تمیزی خودش بخواد برسه با آب سرد و گرم که هیچی، خودشو تمیز میکنه. با اینجور چیزا، با اینجور حرفای منفی شما خودتو سفید نمیتونی